جناب آقای امام علی رحمانوف، شما چی جواب میدهید؟ شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان. اینا بریم برای صدر چیکار دیسه امزانه کورو گاب زدیسه از بیست نمیگه سر لیچ که ها همون گردن پاکی چون همین چیز مولی ما نیستن. مولی ما چخیل نیستن، ما مسلمانم. مسلمان هیچ وقت کفر نمیکنه. بعد چه کلوبو را محکم نمیکنین؟ دیسکاتیک را محکم نمیکنین؟ هیچ بود دموکرات یا این چیز مولی ها دموکراتی که باشه ما چیکار بفورا میکنم؟ چیکار بفورا میکنم؟ خود من یکم خوب حجاب میکنم. حجاب ما چیکار داری؟ فرمان جناب اولیاء که صدر ایجاد در پاکستان ممکن نیست. روز یانگه چند ساله ممکنه؟ نه زنا در مردم چند سال چه؟ من توجیه‌ها بندن پریو تو باید خیلی زناکای کلان میگن که ممکنه نه کلان چه تو جو ویدیو پیشتر میبرم سین سال شما دارم سین سال من بندن توجیه‌ها بندن نه مثلا چند ایده اینا 48 ممکنه 48 ممکن است خطر ممکن است. президенти тоҷикистон эмом алӣ раҳмон дар вохирӣ бо намояндагони ҳамҷамъият дар шаҳри душанбе ба дини ислом ва қадриятҳои он ҳамлаи навбатӣ кард. یک گروه معدودی زنان و دختران دینداری را نه در باطن بلکه در ظاهر تصور کرده با پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های فرهنگ ملی ما را پایمال و فضای معنوی جامعه را تیره ساخته ایستادند. حالانکه خدا را با عقل می‌شناسند و با قلب می‌پرستند، نه با سر و لباس و سطر و حجاب و سلح و ریش. иброз намуд ӯ ин золим бори дигар қонунҳои машҳури исломие ки мусулмонони тамоми ҷаҳон амал карда меоянд зери бӯҳтон қарор дода истодааст. инчунин раҳмон аз хадамотҳои давлатӣ ва сохторҳои қудратӣ талаб намуд ки нисбати сокинони кишвар ки ба дини худ амал мекунанд фишорро пурзӯр намоянд. аз ин рӯ ба мақомоти иҷроиши ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохторҳои масъулиятдор зарур аст ки чораҳои муайяни ҷиддӣ биандешанд то ин ки пеши роҳи паҳншавии тамоюли зерини номатлуб гирифта шавад. мара 2 нафар кашола карда ба подвал бурдан ҳамчу хар барин маалакай подшоҳом аз кор мондак мара ларзам гирифт рости шихали гуфта 15 сутка тра маҳкам мекунем тӯи хоҳим телефономаи дастам зада гирифтан ман гуфтам ба кадом асос дар куҷои қонуномадагие ки шумо бо зан ихали рафтор кунед ки гуфтан ту зан нестӣ ту худозадаи ту иғвогари گرفتم اگه هیچی بالا نزده ایره دروغه کرده سپیکتاکل کرده ستی گرفتم مرا بردن با پدوال. ادعای این زن از بازداشت و بازپرسی برای صدر در حال است که کارمندان امور داخلی ناحیه سینای 2 پایتخت در صحبت با رادیو آزادی تحقیر و دشنام شدن او و عموما ساکنان را از سوی کارمندان این نهاد رد کردند. نیلوفر را کارمندان پلیس و کمیته کار با زنان همراه با 4 زن دیگر در یک مسافربر برای داشتن روسری و فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. ما گفتم خواهی شما را اگر مثال مادر وای داشته باشین سستایانی مرا بدونین که ما چخیل شدم. ما با آوازی بلند گفتم کی زد؟ کی زد؟ خدا زده گفتم کسی زد گفتم دستکات چی کنه؟ قسما قسما يلقوننا في كل واد. یکون چیز نمیشود فهمیدی؟ جمهوری آزاد دموکرات چه خیلی بفرم نام خیلی نمال ما میبندم فهمیدی؟ اینه طریق افزم من تروریست میکنم آدم کش زنی آزادم خرطقام درد میکنه نامترین مال ما بسه مرا الرژی دارم. تمام. جناب آقای امام علی رحمانوف، شما چی جواب میدهید؟ سنت رسول الله که ریش هست او را منع میکنید، حجاب که فرمان الله هست او را مانی میشوید، مدارس که در اونجا قرآن و احادیث تفسیر میشه و ترجمه میشه و فرزندان مسلمانان دین خود را یاد میگیرن شما اون را مسدود میکنید.
مسجد که جای راز و نیاز هست شما مانی میشوید، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما طفل 7 ساله را وقتی 7 ساله شد شما راهنمایی کنید، تشویق کنید تا 10 سالگی طرف نماز و مسجد. اگر در 10 سالگی طفل نماز نخواند او را بزنید. و مسجدها و دیگر رو رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذشت که برای ما این در کار خوب گفتن. من پیش میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد، هیچی نمیگیرد. جناب آقای امام علی رحمانوف این را بدان که هر انسانی که بخواهد پیش روی دین الله سبحانه و تعالی را بگیره ناکام مانده. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله سبحانه و تعالی موسی خود را در کاخ و در آغوش فرعون بزرگ کرد و حفظ کرد. پس این را بدان که اگر از این حالت بر نگشتید خسر الدنیا و الاخره می شوید. من به عنوان یک طلبه راه دین این را می گویم که این را بدان اگر در دنیا فرعونی زندگی کردید، کجاست فرعون ها؟ کجاست شداد ها؟ کجاست نمرود ها؟ همه رفتن. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. پادشاهی نمیمانه. کجاست پادشاهان قبل؟ ده ها و صدها پادشاه، هزارها پادشاه در دنیا آمدن و رفتن و بالاخره امروز نه فردا من و تو هم می رویم و پیشگاه الله سبحانه تعالی باید جواب بدی. أيا دارها حييت دارا ومن